يا رسول الله وقدوتنا. چی فکر میکنید شما درباره شخصی که پدرش وفات کرد هنگامی که او در بطن مادر بود و مادرش وفات میکند هنگامی که او به سن 6 سالگی میرسد؟ بعد او در خانه بابایش زندگی میکند و بابایش هم وفات میکند هنگامی که او به سن 8 سالگی میرسد و بعد وی در خانه عمکش زندگی کرد که عمک و همسرش را مثل والدینش دوست داشت. بعد اندکی آنها هم وفات میکنند. 3 پسرش به سن 2 ساله نرسیده وفات میکنند و 3 دخترش در حیات او وفات میکنند و دختر دیگرش فاطمه خداوند از او راضی باد وفات میکند. بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم 6 ماه میگذرد. وی اکثر حیات خود را در گرسنگی گذراند که لذت نان سفید را ندید. عمکش حمزه را خداوند از او راضی باد در جنگ احد به شهادت رسانیدند و جسم او را پاره کردند و او صلی الله علیه و سلم قاتل عمکش را بخشید. وقتی که به شهر طائف به دعوت اسلام رفت او را قبول نکردند و سنگسار کرده از شهر راندند و در حالی که تمام بدنش جراحت گرفت و خون تا کفشهایش رسید دعا کرد: ای خداوند همه آنها را ببخش. از گریبانش داشتند، او را آزار دادند، در راهش خارها پرتافتند، پرتابهایشان را در پیش درش گذاشتند، بر او طعام زهرآلود دادند، او را سحر و جادو کردند، از وطن مادریش او را راندند. در عوض او صلی الله علیه و سلم همه آنها را بخشید و از خداوند برای آنها بخشش پرسید. به همه این مشکلات ها نگاه نکرده او صلی الله علیه و سلم در شب نماز می گذاشت تا آن دمی که پایهای مبارکش ورم می کردند. در سوال: ای پیامبر خدا، برای چی اینقدر عبادت می کنی؟ خداوند که گناه های تو را بخشیده است جواب داد: من باید بنده شکرگزار باشم. محمد صلی الله علیه و سلم در صبر برای ما الگو و نمونه است و رحمت خداوند است بر ما. بر او صلوات فرستیم که او صلی الله علیه و سلم وحی الهی را به بشریت رساند و او صلی الله علیه و سلم گریه کرد و بیهوش شد وقتی که جبرائیل به او خبر داد که برخی از امتت به دوزخ می درآیند. او صلی الله علیه و سلم ما را ندیده است ولی می خواهد که ما را در قیامت ببیند و برای ما شفاعت طلب کند. بر او صلوات فرستیم که او صلی الله علیه و سلم در روز قیامت با گریه و ناله از خدا می طلبد: ای خداوند، این امتی من است، این امتی من است، آنها را ببخش که تو بخشنده و مهربان هستی. ای حبیب خدا، ما مسلمانان تمام جهان همه وقت تو را به یاد می آریم و دوست می داریم. ای پیامبر خدا، صلوات و درود الله بر تو باد. خداوند می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید بر او صلوات فرستید و سلام کنید. سلام نیکو. طریقه صلوات فرستادن این است: اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله.